درباره هیچ یک از نه شهدان اصحاب و یاران حضرت و نه درباره هیچ یک از جوانان بنی هاشم این مطلب نقل شده است که درباره قاسم ابن الحسن سلام الله علیهما نقل شده است. درباره این آقازاده امام مجتبی چنین دارد وقتی آقا چشمش به برادرزاده افتاد کنید خنده و شوخی و یه نمیدارم یا عین جودی دمعن عن دم نهمی للقاسم ابن الامام المجتبى الحسن أتى إلى عمه في حين شدته وقد أحاطت به عبادة الوثن والصحب من حوله سرى جسومهم أضحت مجزرة في الترب كالبدن فجاء يطلب منه رخصة وله قلب توقد بالأحزان والشجن فقال بادر إلى توديع أمك مع كل النساء فهذا آخر الزمن إن شاء چنین از زبان حال ابا عبدالله نقل می‌کند وقتی دید برادرزاده‌اش قاسم ابن الحسن آمده از عمو اجازه می‌گیرد. آقا فرمودن برو با مادرت بقیه بردان خواهران مادران از با آنها هم ودا و خداحافظی. فقال بادر الی تودیع امک مع کل النساء فهذا آخر الزمن. دیگه این جوان امام مجتبی حسب الامر عمویش برگشت به طرف خیمه های زنان و بانوان فعاد یدعو النداء یدعو النساء هذا الوداع الا هر من یبادر نحوی کی یودعني جاءت الیه النساء حتی تودعه وامه ثاکل تدعوه فی شجنی تدعوه یا نور عینی کیف تترکنی. تا این مادر دید جوانش آمده است برای ودا و خداحافظی ازش. مادر جان چگونه مادرت را رها می‌کنی؟ جاءت الیه النساء حتی تودعه وامه ثاکل تدعوه فی شجنی تدعوه یا نور عینی کیف تترکنی و کیف من بعد هذا الوصف تقطعنی.
منفردا يدعو الناصر اليوم ینصرنی. آیا یار و یاوری کسی هست امروز مرا یاری کند؟ آیا کسی هست امروز به فریاد من؟ قالت له یا بنی اذهب لنصرتی. که عمویت غریب و تنهاست، برو به یاری عمویت. اذهب لنصرتی حتی حلل ما قد ذقت من لبنی. فعاد يدعو النداء فعاد يصدو على الأعداء مرتجزا يدعو أنا ابن الإمام المجتبى حسنی. عبارت مقاتل چنین دارد: بعد از اینکه آقا با برادرزاده‌اش گریه کردن در اثر گریه هر دوش نمودن، ولی وقت به هوش آمد اجازه میدان خواست ابد حسین ان یعلم. آقا حاضر نشد به یتیم برادر اجازه دهد. آجرکم الله فلم یزل یقبل یدیه. آن دست و پای عمویش نبود حتی اذن. و برند روانه میدان شد، خود را به دشمن معرفی نمودم تنکرونی. فانا ابن الحسن سبق نبی المصطفى معتمن. هذا حسین كالأسير مرتهم بين أناس لا سقوا صوبا مزن. وكان وجهه كفرقة القمر. وقتی نگاه به چهره یتیم امام مجتبی گویا یک پاره ماهی بود. حمید ابن مسلم میگه کنت انظر الی هذا الغلام ازار و قمیص و نعلان قد انقطع الشسم احدهما لا انسى انه كان اليسرى ولا سیعرى. زن نقل میکند این راوی حبیب ابن مسلم میگن عمر سعد حضرتی لعنت الله علیه همین که چشمش به حضرت قاسم افتاد گفت والله لاشدن علیک. خدا قسم خواهم حمله کنم در اینجا. گفتم و ما ترید بذلک والله ضربنی ما بسطت الیه یدی یکفیک هؤلاء الذین قد احتوجوا. اگر او حمله به من کند، صدمه‌ای به من برساند، من کاری باشید. همین اندازه ای که این دورش را گرفتم کفایت می کند. والله لا تعلم. آجرکم الله فشد علی فما والله حتی ضرب رأسه بالسيف. حمله کردن بیهان نامدی دیگه برنگشت به شمشیر به فرق سر یتیم امام مجتبی. فقر على الارض صریعا. به صورت به
رنگان افکار به زیر سم اسبان جان سپارم. خدا حافظ اما روز جداییست، دم مرگ است و حال احتضار. به فریادم برس آقا جان که در وقت مردن به جز این آرزو در سر ندارم که یک بار دگر رویت ببینم، رخ پرخون به دامانت گذارم. فاقبل فجال حسین کاللیث الغضبان یا کالصخر المنقر. دو نمونه تشبیه شده‌اند به حسب نقلی مانند شیر غضبناک و به حسب نقل دیگر مانند باز شکار، یعنی سرعت تمام. خودشان را رساندن از صدمه‌ای به کشنده قاسم ابن الحسن و عمرو عمر سنج یزدی زدن. بعد فلما جلت الغبر گرد غبار که فرو نشست سبق نگاه کنن و اذن بالحسین علی رأس الغلام. یه وقت نگاه کنن ببینن عزیز زهرا کنار بدن برادر زاده سر قاسم را به سینه چسبانده. فاحتمله الی الخیام. راوی میگوید آقا بدن قاسم را هم نمود، اما با چه وضع و کیفیتی؟ میگن سر قاسم روی سینه ابا عبدالله به این کیفی، پایش هم روی زمین کشاندنیشون. فجادی الى الخیمه وضعه عند ولده علی الاکبر. جنازه قاسم کشته برادر زاده را آورد اون خیمه‌ای که کشته‌ها را در آنجا می‌ذاشتند، آورد و این بدن را کنار بدن جوانش، کنار کشته جوانش علی اکبر خببو و ما شابو و کان خبابهم بدم من الاوداج الحنائی. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین
المخلص في ولایتک المتقرب الی الله بمحبتک البریء من اعدائک. سلام کسی است که هم در سایه عاشورای تو شما رو شناخته هم دشمن رو شناخته. خدا بهش لطف کرده، معرفت شما رو داده، براءت از دشمن رو هم داده. چنین انسانی اینجوری میشه سلام من قلبه به مصاب کمبرون. اگر دشمن تو رو کشت، جشن گرفت، قلب شیعه آتش زده. قلب شیعه های شما تا قیامت مجروحه. و روحه عند و دمعه عند ذکرک مسفون. سلام کسی است که هر وقت تو رو یاد میکنه شعله های مصیبت از قلبش فوران میکنه، اشکش جاری میشه. سلام المفجوع الحزین الواله المستکین. سلام کسی که فاجعه زده مصیبت توست، دائما غصه داره. مصیبت تو او رو ظالم کرده، بیچاره کرده، مستکینه. اینا تعبیرهای زیارت ناهی است، تعبیر امام زمان علیه السلام طبق نقل مرحوم مفید. سلام من لو کان معک فی الطفوف لبقاک بنفسه حد السیوف و بذل حشاشته دونک للقطوف. سلامی کسی است که اگر سرزمین کربلا رو درک میکرد، اول این جسم ناقابلش رو سپر تیزی های شمشیر قرار میداد. اون موقعی که دشمن تو رو تو گودی قتلگاه محاصره کرده بود. ای فرقتون به سیوف و فرقتون به رما و فرقتون به حجاره. دیگه توان نداشت از خودش دفاع کنه، نفسش به شمار افتاده بود. دشمن از هر طرف به او حمله بر شده بود. و بدل حشاشته دونک للحصوف. بعد از اون که خودشو سپر شمشیرها میکرد، تهمانده جانشو فدای تو میکرد. و جاهد بین یدیک و نصرک علی من بغا علیک و فداک بروحی و جسدی و مالی و ولده و روحه لروحک فدا و اهله لاهلک ودا. معنای تربیت اینه آدم بتونه اهلی تربیت کنه، آرزوشون این باشه سپر اهل بیت سید الشهدا باشن. اون اهلی ارزش داره، اون تربیتی ارزش داره که نتیجهش این باشه دختر امام حسین دلش بخواد سپر تازیانه های سکینه و رقیه بشه. اهل انسان آرزوش این باشه اون تازیانه هایی که به بدن دختر امیرالمؤمنین میخواد. ای کاش من بودم خودم رو سپر میکردم ناموس امیرالمؤمنین. حالا یا ابا عبدالله لطف کردید ما رو به این نقطه رسوندید. آرزومون اینه خودمون
سپر شما بشیم، اهل بیتمون سپر زن و بچه شما بشن. فلئن اخرتن الدهور و آغنی عن نصرک المبذول. چه کنم به این آرزو نرسیدم، دلم میخواست پیش روی تو قطعه بشم که تو سالم بمانی، ولی تو قطعه شدی و من سالمم. ای واقعا خاک بر سر من شیعه که من سالم و سر بازدم. بدن امام حسین زیر سم اسبا رفته. من چه کوتاهی کردم تو عالم زر که دستم به عاشورای شما نرسید. حالا یا ابا عبدالله خدا این باب رحمتو به روم باز کرده. فلئن اخرتن الدهور و آغنی عن نصرک المبذول فلم اکن لمن حاربک محاربا فلمن نسب لک العداوة مناصبا. اگه نتونستم با اونایی که با تو دشمنی کردن بجنگم، حالا فلأنذبنک صباحا و مساء. دیگه چی کار میتونم بکنم جز این که صبح تا شب بنشینم زانو بغل کنم برا تو گریه کنم، بگم ای وای حسین من، حسین من، تو رو لب تشنه بین دو نهر آب سر بریدم. ای حسین فاطمه دشمن میدونست چه کنه، یک به یک عزیزات رو پیش چشمت قطعه کرد. ای وای 6 ماهش رو دست گرفت، تو لشگر همه افتاد. خدا لعنت کنه عمر سعد و گفت هرمنه چرا جواب حسین رو نمیدی، کار رو تمام نمی کنی. گفت پسر رو بزنم یا پدر رو؟ گفت مگه گلوی علی رو نمیبینی؟ اینا نه یه بار، بارها و بارها امام حسین رو به شهادت رسوندن. بدن علیش رو مقابلش قطعوه به سیوفهم هربن. ای 6 ماهش رو در آغوشش هدف تیر قرار دادن. آقازاده برادرش رو پیش چشمش زیر سم اسبها لگدکوب کردن. وقتی آمد کنار این عزیز صدا زد عزق الله علی عمک ان لا یجیبک او یجیبک فلا ینفعون. یا ابا عبدالله فلأنذبنک صباحا و مساء. صبح و شب برات گریه میکنم، من نبودم سپر اهل حرم بشم، خیمه های تو رو آتش زدم، بچه ها تو آواره بیابونا کردن. ولأبکین علیک بدل الدموع دما حسرة علیک و تأسفا علی ما دهاک و تلهفا حتی اموت بلوعة المصاب. و غصت الاکتیاب انقدر میسوزم تا این شعله مصیبت تو این تهمانده جان من رو از من بگیره. یا ابا عبدالله این اون چیزیست که امام زمان علیه السلام به ما آموخته. اگه نبودیم کربلا باید صبح و شب تمام شبان روزمون چشممون به حادثه عاشورا باشه و دلمون برای این حادثه بتپه، قلبمون بسوزه که چرا بدن امام حسین ما رو زیر سم اسبها گذاشتن. ای وای چرا این بدن عزیز رو غارت کردن. کاری با این بدن کرده بودن که وقتی خواهرش آمد تو گودی قتلگاه با تعجب صدا زد انت اخی انت ابن والدتی. ای مصحف ورق ورق
تویی برادر من نیست باورم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته و خیم بنی عقیل رفت به سمت خیمه فرزندان عقیل، فرزندان مسلم ابن فراها خالیت منها، اون خیمه ها را هم از خالی از اهل اصحاب داشتی. ثم جاء علیه السلام الى خیم النساء، رفت به طرف رها نشست، برادرزاده را به سینه گرفت. فجعل الحسین علیه السلام یسأل ولده عن مرضه و هو یحمد الله تعالی. آقا حال فرزندش زین العابدین و فرزندم حمد و سپاس خدا را به جا می‌آورد. فقال یا ابا ما صنعت اليوم مع هؤلاء المنافقین، امروز پدر جان با این منافقین این گروه چه کرد؟ فقال علیه السلام یا بنی استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها غالب بود. فانساهم ذکر الله، یاد خدا را از یاد اینها. فانساهم ذکر الله و قد شب الحرب بیننا و بینهم حتی قامت الارض بالدم منا و منهم. بعد شروع کرد امام سجاد از یکی از عموها، عموزادگان برادران سوال نمودند. اول شخصی را که سراغش گرفت قال ابتا ابین عمی العباس، عموی العباس. ولما سمعت زینب اختنقت بعبرتها، تا عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها متوجه شد که امام سجاد سراغ عمویش را از پدر گرفته. اختنقت بعبرتها و جعلت تنظر الى اخیها الحسین کیف یجیبه. یه مرتبه بیبی متوجه برادرش سید الشهدا که به چه نحوه الان به فرزندش خبر عمویش را خواهد. فقال علیه السلام یا بنی ان عمکی قد قتل و قطعوا یدیه علی شاطئ الفرات. فرزندم عمویت را کشتند، دستهایش را کنار نهر فرات از بدن جدا نمودند. آجرکم الله. فبكى علي بن الحسين بكاء شديدا حتى غشي عليه. انقدر دارد آقا زین العابدین همین که شهید عموی جبل فقر راش کشتن، انقدر دارد آقازادهش کرید گریه کرد تا غش کرد. فلما افاق، وقتی به هوش آمد جعل یسأل عن اخوته و بنی اخیه، از بقیه برادران عموزادگان سراغ میگیرد. الی ان قال ابتا این اخی علی الاکبر، برادرم چه شد؟ علی اکبر. این حبیب ابن مظاهر، این مسلم ابن عوسجه، این زهیر ابن القین. هی از یک برادران عموها برادرزادگان اصحاب سوال میکرد. او فرمودن اعلم یا بنی انه لیس فی
به بين يدي ابن رسول الله فإنه لا خیر بعد. دیگر خیری در این دنیا و زندگانی دنیا بعد از آقایم و بعد از این جوانان و اصحاب نمی‌باشد. فزمه الحسین، آقا فرزند را در بغل و قال یا بنی انت خلیفتی، تو خلیفه من، جانشین من، تو خلیفه من بعد از من در این زمان و بانوان و این بازماندگان است. از این است که لذالی داد فرزند را نگذاشت به طرف میدان بروند و بعدش هم دارد که ثم صاح، این چنین عبارت مقاتل دارد که با صدای بلند بر خواهران دختران بازماندگان را صدا زد. فصاح علیه السلام یا زینب یا ام کلثوم یا رقیه یا سکینه یا فاطمه علیکن من السلام. زنان، خواهران، بازماندگان دور عزیز زهرا جمع شدند. یه وقت سکینه خاتون سلام الله علیها متوجه بابا شد، عرض داشت ابتا استسلمت للموت. بابا جان مگر تسلیم مرگ شده اید؟ فرمود بنی و کیف لا یستسلم للموت، چگونه تسلیم مرگ نشود من لا ناصر له ولا معین، کسی که دیگر یار و یاور و ناصری ندارد. فقالت ابتا ردنا الى حرم جدنا، بابا جان بیا ما را به مدینه جدمان برگردان. فقال علیه السلام لو ترکن قطالنا، کنایه از این که این مردم دست از بابایت بر نمی‌دارند. یا الله، و کان یحبها حبا شدیدا، علاقه و محبت زیادی به دختر سکینه سلام الله علیها داشت. فضمها الی صدره، دختر را به سینه چسبانید. مسح دموعها، اشکهای چشم سکینه را با دست نازنینش پاک نمود و جعل یقول سیقول بعدی یا سکینة فاعلمی من کالبکاء اذا الحمام دهانی. ای سکینه، جان تو جان من است. بابا جان اشک چشمت آفت جان من است. تا بود جان در تن من ای عزیز، پیش چشمم اشک یا الله از رخسار نرید. پیش چشمم پاره نعش اکبر است. خون دلم از زخم تیر اصغر است. هر زمان من کشته گشتم از وفا. بابا جان بر سر نعشم عزادارین ما. گریه کن نور دو چشمان ترم، گر ببینی بر سر نیزه سرم. آجرکم الله ثم
تا اون که زیر لباسهایم بپوشم برای چه آقا جان؟ لعلا اجردمه تا اینکه مرا برهنه نکنن، این لباس را از زنم بیرون نیاورن. فانی مفتون فاتی بتبانی، ظاهرا یه لباس پیراهن کوتاهی برای آقا فرمودن آوردن. آقا فرمود لا لباس و اهل الذل ضربت علیه الذل، این پیراهن نمیخوام. آجرکم الله فاخذ ثوبا خلقا، یه پیراهن کهنه ای را گرفت فخرقه، باز در این حالی که اون کهنه پیراهن آقا اون را پاره کرد. فجعله تحت ثیابه ثم توجه نحو المقام، متوجه میدان شد. یه وقت صدا شدید مهلا مهلا یبن الزهره فمهلا اخی قبل الممات هنیتا لتبرد منی لوعتان وغلیل ای روح ما ریحان ما، ای جان ما جانان ما، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. یه وقت آقا متوجه شدن دیدن خواهرشان عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها از داشت اخی اکشف لی عن نحرک و صدرک، برادر گلوی سینه‌ات را برای من ظاهر کن. آقا گلوی خود را سینه نازنین را برای خواهر ظاهر گردانیدن. شمت و فی نحره، گلوی برادر را بویید. قبلت و فی صدره، سینه حسینش را بوسه زد. ثم حولت وجهها نحو المدینه، بعد از اون که گلوی حسینش را بویید و سینه را بوسید، یه مرتبه دیدن این خواهر رو کرد به مدینه. مادر را صدا زد، بیبی آدم فاطمه را صدا زد، یا اما من استرجعت الودیعه، اون امانتی که به من سفارش داده بودی و سپرده بودی امانت را رد کردم. آقا امام حسین فرمودن خواهر جان این کدام امانتی بود که مادرم به تو داده بود؟ عرض داشت برادر، مادرم هنگامی که عجلش وفاتش نزدیک شد مرا نزد خود طلبید، گلوی مرا بویید، سینه مرا بوسید. بعد من فرمود اذا رأیتی اخاکی وحیدا، هرگاه برادرت را یک و تنها دیدی شمیه فی نحره قبلیه فی صدره. اصلا مادر جان این گلوی حسین، این سینه حسین چه خصوصیتی دارد که من اونجا گلو را ببویم سینه را ببوسم؟ بیبی دادم فرمود فإن نحره موضع السيف و صدره موضع حوافر القیود. اما گلوی حسینم جای شمشیر دشمن، اما سینه حسینم جای پایمال شدن زمرد رفت بچرد. آقا فرمود
خیمه بیبی برگشت آقام روانه میدان دیگه به همین جا خاتمه دهم یا الله یا الله ارادتمندان به عزیز زهرا میدونید امروز چه روزیست امروز روزیست که امام رضا علیه السلام میفرمود وقتی روز 10 محرم میرسید و روز عاشورا میشد دیگه آن روز شدت و حزن اندوه پدرم موسی بن جعفر بود همه ائمه پیغمبر ائمه خود امام زمان که چنین دارد از می کند لحمد و برنک صباحا و مسا و نبکین علیک بدل الدموع دما خواهران بازماندگان در خیمه باقی مانده ولی نمیدانم یه وقت حسب اون چی که باز نوشتم یه وقت همه سادات سلام الله علیها از خیمه بیرون آمد ببیند حال برادرش دشمن با برادرش چه میکنند نمیدانم چه منظره‌ای را بگی مشاهده نمود رو کرده عمر سعد لعنت الله علیه صدا زد یا ای عمر ایبتلا ابو عبدالله و انت تنظر الیه آیا برادرم کشته شود و تو نگاه قال الراوی فکأنی انظر الی دموع عمر تسیل علی خدیه وقد صرف وجهه عنها دیدم ناگهان اشک نحس آمد اون بر صورت جاری ولی از بیبی رو برگردانی وقتی از آن ملعون ناامید شد رو به لشکر کرد صدا زد اما فیکم مسلم آیا یک مسلمان در میان شما دیگه نمیدانم رفت برنگشت ظاهرا دیگه برنگشت خیمه رفت به سمت برادر به سمت قتلگاه یا الله یه وقت متوجه شود اون حرام زاده شمر ابن زمزم جوشن هم از طرف دیگر روانه قتلگاه اومی
زد نگاه او می نشست و من می نشستم او روی سینه من در مقابل او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من ناله از دل یا الله او می برید و من می بریدم او می برید و من می بریدم او از حسین سر من از حسین دل او از حسین سر من از حسین دل وشم رو رسیدم دیدم اون حرام زاده روی سینه عزیز زهرا الشمر جالس على صدري قابض لحيتك بيد سمعت نجرا به یک دست گرفته اما بعد از که نحضری گرفت لا بخون لک بمحمد ملائکه‌ای که تو این مجلس حاضر بودن و گریه می‌کردند بیشتر از انسان‌ها بودند. این مجالس به تعبیر روایت محبوب اولیاء خداست. امام صادق فرمود این مجالستون رو دوست می‌دارند، مجالسی که می‌نشینید در این مجالس گریه می‌کنید. امام حسین از عرش نازل به این مجلس. امام حسین که هیچ دوستانش نازلند. خدا رحمت کنه یه آقایی بود اهل معنا 2 دهه است و 20 سال از دنیا رفته. یکی از دوستان ما در همسایگی ایشون بود. می‌فرمود شبی خواب دیدم رفتم حرم سید الشهدا علیه السلام، ایام جنگ هم بود، راه بسته بود، گفت دیدم رفتم تو حرم سید الشهدا علیه السلام، یه مشت خاک از قبرگاه برداشتم ریختم تو جیبم، آمدم از خواب بیدار شدم. صبح ساعت 9 از خانه بیرون آمدم برم دنبال کار، دیدم اون آقا همسایه‌مون داره میاد. خدای رحمتش کنه معروف بود، اهل طیب الارض بود. من گفت فلانی حالا دیگه کارت به جایی رسیده، از شوخی کرد، از حرم امام حسین خاک می‌دزدی. دیشب تو حرم دیدم خاک برداشتی، دلم نیامد، برای تربت از کنار حرم امام حسین خریدم آوردم. مال سال 63 اینجوری است. وقتی اینا اینجوری هم کار امام حسین معلوم روایات داره از عرش ناظر به مجالس، ناظر به زوار خودشه. السلام علی الشیب الخبیر، السلام علی الخد الطویل، السلام علی البدن السلیم، لباس کهنه بپوشی زیر پیراهنش که خصم بدنش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستون
تنی نمان که جامه بپوشند یا کفن این همه زخم نیزه و شمشیر و سنگ بر بدنش بود اینا کم بود خدا لعنتش کنه دستور داد 10 نفر از بشر و نعل تازه زدن جوری بر بدن امام حسین ساختن خودشون وقتی میخوان گزارش بدن میگن نحن ردنا السر بعد الدهر ما استخوانهای سینه امام حسین رو لگدکوب کردیم ای مظلوم حسین ای نمیدونم چی کرده بودن با این بدن چی کرده بودن با امام حسین خواهرش اومد تو گودی قتلگاه ای یا بقیت الله گشت و گشت بدن رو پیدا کرد معذب نشست بعض مقاتل نوشتن این بدن زیر تلی از سنگ و چوب پنهان شده بود ایوان موانع و کنار زد با تعجب صدا زدن دخی انت چند تا کار انجام داده بیبی زینب و عمق مصیبت رو نشان میده ابتدا نوشتن دستاشو برد زیر این بدن قطعه شده به خدا عرضه داشت خدایا این قربانی رو از آل رسول بپذیر ای وای سپس رو کرد به رسول خدا یا رسول الله این کشته فتاد به هامون حسین توست این سید دست و پا زده در خون حسین توست یا رسول الله صلی علیک ملائکة السما هذا حسین مرنل بالدماء نمیدونم بیبی به چه نکته‌ای اشاره میکرد حدیث رو فریقین نقل کردن وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو منبر نشسته بود صحبت میکرد برا مردم تو مسجد آقا امام حسین طفل خردسال بود وارد مجلس شد به زمین خورد این پیامبر خدا که به غار همه عالم به اوست آرامش همه عالم به اوست جوری از منبر پایین آمد حسینش رو بغل کرد که همه تعجب کردن لذا بیبی زینب اشاره می کند یا رسول الله هذا حسین یوم علی صدر المصطفى و یوم علی وجه الثرى مرنل بالدماء مقطع الاعظام مسلوب الامامة والرضا یا رسول الله و بناته سبایا یا رسول الله این بدن در خون بدن حسین تون که دشمن بی احترامی کرده سر از پیکرش جدا کرده اسب برش تاخته مهمتر لباسش رو به غارت برده ای وای نمیدانم بگم یا بقیت الله این بدن عریان که خاکها بادها خاک بیابان رو بر این بدن میپاشد بدن حسین توست یا رسول الله این زن و بچه‌ای که سوار بر مرکبند
اینا دختران و اهل بیت امام حسینن و بنات کسبایان. نمیدونن چقدر این صحنه سنگین بود. همه مصیبت امام حسین، مظلومیتش، غربتش تو همین بدن قطعه شده است. بزا نقل شده امام سجاد همینطوری که از بالای بلندی سوار بر مرکب نگاه میکند، بیبی دید الان که جان بده دوید آمد. مالی اراک تجود به نفسک یا بقیت الماضی. چرا با نفس با جان خودت بازی میکنی؟ میدونید حضرت چی فرمود عمه جان، مگه نمیبینین بدن ولی خدا؟ ای وای اوریان مقابل آفتاب. ای مصحف ورق ای روح پیکرم، آیا تویی برادر من؟ نیست باورم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. حضن الله لک العظام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم وأصلك أجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگار به محمد و آل محمد بر مؤمنت بگذار، در ظهور بلیت تعجیل بفرما. یا ابا الحسین عشق صدر الحسین بظهور الحجه. به محمد و آل محمد بلیات را از وجود مقدسش دور بدار، حوائجش رو به بهترین وجه برآورده بفرما. قلب مقدس و نورانیش را از یکایک ما راضی بدار. اسلام و مسلمین در کنف حمایتش معید منصور بدار. به عموم شیعیان حضرت عزت و پیروزی و استقامت و سربلندی کرامت بفرما. زعما و مراجع شیعه